کار طولانیه، حوصله کن. پرکار بودن به خیلی چیزا بستگی داره، مهمترینش انگیزه است. وقتی به آینده فکر کنی کم کار میشی. ببین رپ یه اسب وحشیه که سوار کار نداره، نمیتونه کسی ازش تو ایران مایه حلال وار دراره. تا جایی که هنرمند هیچ فرقی با یه خلاف کار نداره. پس هر کی سر میز ما اومد بگو که قرارداد نیاره. اینه که تا قسطا زیاد شد کم کم ورسا کم شد. از اون طرف چه جرمایی که با یه امضا حل شد. یعنی که سلیقه طرف همیشه دخیل وسط. همینه تحمیل نظر نتیجه تخریب اثره. ولی وقتی که از سرت آب بگذره کلن میگی بهتر خودم تکلیفو یکسره کنم. تا اینجا عمرمو ضرر کردم، هزینه‌شم میدم. من که تا همینجا اومدم پس بقیه‌شم میرم. منی که از اعتماد بیجا هنوز آبستنم، ولی در نهایت میدونم اینو که باعث منم. دیدم اونا که با خنده جلو میان ناکسترن، در آخر دیدم متکی به مشتی خاکسترم. فهمیدم فقط پدر مادر میگه پسرم دخترم، بقیه که این اسمو ببرن مفبرن. دخترم با ولم کن حرکت کاملا فله، یارو علنی میخواد با چش تو رو حاملت کنه. میگه تو پسرم این قدمت رو چشممه، میبینی پاش برسه حاضر گردن تو بشکنه. هر کی میخواد شیکم تو سفره کنه تا به خودت بیای اون دورای نقطه شده. من دیوونه میرم بیرون ولی عاقل میرم خونه. دیگه هیچی نمیتونه منو غافل گیرم کنه. حتی اون که با شخصیت یه صدای سلامت میگه دارم میرم فلانجا ولی کرایه ندارم. میگه کمک کنم که از بقیه خواهش نکنه. فردا میبینی همونجاست یارو کارش همونه. اینه که شک از تو خیابون و کوچه میاد و مغز تبدیل میشه به هوش سیاه. اینجا بچه تمرین میبینه با یه لحن محکم. اول از همه یاد میگیره اون بیرون همه گرگن. میفهمه فقط خودشو ببینه بقیه همه نوکر. و بالاخره شک به آدم و درون ذات بچه گل کرد. تو اون سن آرزوهاش مثل ناموسشه، ولی نابودی آرزوها میشه آموزش بعدی. یعنی آینده هات بهت تحمیل شدن، بذار منظورم و یه جور دیگه تکمیل کنم. یادم بچه بودم تو جمع یکی صدام کرد، بزرگ جمع بود یکم نگام کرد. بهم گفت میخوای چی کارشی؟ بهش گفتم فضا نورد. گفت پول رو زمین دنبالش تو فضا نگرد. تو درساتو قبول شو فضا مزا پیشکشت. با دوتا جمله میخواست آرزوام هیچ بشه. میدیدم همه نمه میخندیدن زیر لبی. میخواستم که آبشم برم زیر زمین. الانم زیر زمینم وقتی خوردم از همه لگد. حداقل اینجا هیچکی منو مسخره نکرد. اونی که رو نداشت تو داشت ولی میدونست چشه. مدام با خودش گفت از این بدترم میتونست بشه. هرچی بود گذشت فقط جای زخمش مون. مینویسم و بالا میره گردش خون. روزی رو میبینم جوری حالم خوبه که چسبیدم به سقف. اون روز اگه منو دیدی فقط بگو حقش بود. البته شاید فکر بکنی که موزیک شغل منه، ولی نه، موزیک یه عشقه که توم شعله وره. ولی در واقع این روزا هدفهام تو بیراه اسیره. سن که میره بالا میفهمی بیمایه فتیره. اسمم رو از فردا نه، میگین چرا؟ خب فردا از ما بهترون میام، ما میریم کنار. نمه دورو براتو خالی میکنن و میبینی میپیچن. پس الان آینده رو میسازم، میگیری چی میگم؟ یه وقتی میرسه پیر و چروکی شی، خطای صورتت راه مرگ و کروکی کشی. میخوام اون روز کنار دریا باشم کف پامو بذارم تو آب و تماشا کنم نوه هامو. تو ساحل باهاشون بازی میکنم گل میخورم، بعد خسته میشم رو ماسه ها شل میکنم. باد خیام میره بالا به یاد ایام. یه حال کمیاب یه حس عجیب داره جریان تو رگام. با این رویا سرگرمم فقط. حقیقت به هم گفت که برگردم عقب. انگار یه تکون یه زمین لرزه منو دوباره برگردون به همین لحظه.
من راه چاهو یاد دادن نه راه و چاهو افتادم تو چاه همونجا رو آب و جارو کشیدم کی میتونست بره جلو بهترم من اینا که اسم بردی همه مثل پسرم من ببینم اینا زمان شروع ما کجا بودن حالا تیکه میندازم واسه ما شاغلام شدن اینا تو وان هموم خونشون ناخدا بودن دم در آوردن واسه ما ناغلا شدن این همه سال کارو بینم کی دید اینا میخوام بگم این زیر زمین اینم کلید میکروفون تو دست تو یعنی اتم دست داعش بهتره که این کلید بمونه دست صابش نظر تو خود جوشه سالم نیست بو میده کد روشه منو نقد نکن از خودتو مایه بذارین 100 تومنی پاره های لای هزاری همین مونده اینا برام تز بدن فقط به دین و لای پرانتز بگم ما خیلی کارا کردیم نگفتیم که ریا نشه این روزا قضاوت هر کی هر رو قیافشه واسه من این قصه ها عادیه همه قاضی شدن این استعداد ذاتیه بری میگن فرار کرد وطن فروش اگه بمونیم میگن یارو اطلاعاتیه زنده باد حاشیه تو مغزش چیاس یارو آدم حساب کار دستش میاد کار درستو میکنی میگن قصدش ریاض کاری هم نکنی میگن قلبش سیاس من کارم غمگینه چون بارم سنگینه کم بوده گذشته‌ام فقط بارم تامینه وقتی سوار زندگیم داره راحت در میره اون لحظه است که خودکارم با کاغذ در میره من رپ نکردم رو شکم سیری واسه کلکل و بچه بازی یکم پیریم اونم قابل احترامه حاصل استعداده چون حرف خاصی توش نیست فاقد اعتباره با رپ میشه در جنگ تاخت با رپ میشه فرهنگ ساخت با رپ میشه رویا رو نشون داد با رپ با کلمه میشه دنیا رو تکون داد مطمئن باش من این واژه ها رو واسه وزن و قافیه به هم دیگه وصل نکردم من این واژه ها رو بالا آوردم از حقیقت تلخی که هضم نکردم از روزگار میگذرم نشونه میگیرم و توی خال میزنم گذشته ها رو مثل پوست مار میکنم صدامو از تو شهر خونه های میهنم میشنوم از روزگار میگذرم نشونه میگیرم و توی خال میزنم گذشته ها رو مثل پوست مار میکنم صدامو از تو شهر خونه هاش میشنوم موندگار میشوم ذهنم جوونه ولی مخ پیره چشمم از دید زدن زن لخت سیره وقتی که صبح تا شب مثل جخت خیره به دفتر که ورقاش داره به چخ میره خب دیگه پف زیر جفت دیده هام یعنی استرس و بیخوابی قفل دیده هامو باید جمع کنم و بریزم به کل زیر پام تش باید برم بی نتیجه مفت زیر خاک افت خیز ما به قلم نکتیز یاس همه توی خیابوناییم با کلی نقاب اونی که رو به روته و داره گل میگه باد روی همه چی دقیقه تو کلیه هات صبح میشه باز که البته صبح نیست وسط زوره وقت میره واسه خالی کردن عقده نشستی به تماشای رفتن عمرت اغرب تنده راه مصرف قرصه توی کله جای مغز معدن سربه جایگزین آب شده شربت سرفه نون تو خون تو خونه شده برکت سفره هنر واسه هنرمندا مدرک جرمه تش فقط ازت میمونه دفتر کهنه کف زمین بشینی در حسرت قله تو بحث منطقی همیشه مغلط برده اصل حرف فقط جنگ و اسلحه گفته از روزگار میگذرم نشونه میگیرم و توی خال میزنم گذشته ها رو مثل پوست مار میکنم صدامو از تو شهر خونه های میهنم میشنوم از روزگار میگذرم نشونه میگیرم و توی خال میزنم گذشته ها رو مثل پوست مار میکنم صدامو از تو شهر خونه هاش میشنوم موندگار میشوم کاراکتر اصلی اول تا آخر داستانت منم کارات شنیده شدن تنها دلیل باستابت منم تو هیچی نداری بگی سوژه کاغذ آچارت منم تو مهره نیستی اگه باشی بازم آچارت منم با یه عکس فیدی مغز چرکی لنگ بیتی یه مطلقی توی بحث جدی البته مهم نیست که ببیننت بدیده چی واسط مهم اینه که تو فقط شنیده شی بحث من یه خطر جدیه که پیش رونه نفوذ یه جنونه که میکنه ریشه تو جونت سکوت مرگباریه که حس میشه تو خونه وقتی هم خون تو شیشه
هستم شیشه تو خونه. اینا رو دیدیم بعد میریم میگیم که دشمن زبونه. ببین دشمن زبونه چون که مک فقط لفظیم، تو عمل فقط به ترکوندن هم کمر بستیم و طبق عادت سبب اصلی یعنی بغل دستی. میخوای به هر بهونه شده بهش بپری، چرا که فکر میکنی تو از همه فرشته تری. تمام تصورت از این سرزمین یه جهنم، اینه که میخوای یه راست بری تو بهشت بری. میگی باید برم اینجا دیگه کلم پوسیده، اینجا پر از یأسه اونجا پر از امیده. ببین وقتی غذای گندیده لای مبل مونده باشه، هر جا نقل مکان کنی بازم خونت بو میده. آزادی آرامش اینا حرف نمادین خودته، ولی خصلتایی تو ما نهادینه شده که هر جا بریم با ماست. یه فاز عجیب و غریب، تضاد شدید بین سنت قدیم و جدید. تو میری اونجا اونا اینجا غارشونو کندن، حتی توی تحریم به ما بارشونو پک پک فروختن و خیلی ساده قالمونو کندن و حالشونو کردن ای قارشونو تک تک. تموم واژه ها رو نوشتم تو خلبتم، الان تو گوشت نیستم، من در اصل تو کلتم. فک زدم میرم جلو همین خطو، تو میخوای سلیقتو بشنوی یا حقیقتو؟ اینا میگن سرکوب کنم حرفامو بریزم تو خودم، نه من حقیقتو کشیدم رو خودم. میگن اونا که اصل زحمتو کشیدن و خودن، را که باز شد بقیه بشینن بخورن. نه تو کتم نمیره تو رو نمیدونم، ولی من راه بی نتیجه رو شروع نمی کنم. من از سرکوب رویاهای خودم سکو ساختم، دیگه چاقو تو رویای بقیه فرو نمی کنم.